کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با ابراز نگرانی از ادامه شکنجه در زندانهای این کشور میگوید شکنجه باید به عنوان یک عمل غیر انسانی کاملا متوقف گردد. سیما سمر رئیس این کمیسیون روز یکشنبه در نشست خبری در کابل گفت با آنکه آمار شکنجه در افغانستان کاهش یافته است، اما افزود که ادامه آن هنوز هم در برابر حقوق بشری به عنوان یک چالش قرار دارد. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از موجودیت شکنجه که با وجودی که آمار شکنجه بسیار پایان آمده در افغانستان، اما هنوز از موجودیت شکنجه در محلات سلب آزادی تحت کنترل امنیت ملی و وزارت داخله قضایی را به ثبت رسانده که در این راستا ما اظهار تشویش میکنیم. پیشنهادات ما این است که حکومت افغانستان به پروتکل الحاقی منع شکنجه بپیونده. خانم سمر افزود که تاکنون هیچ مسئولی در افغانستان به دلیل انجام شکنجه در محلات سلب آزادی مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است. رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت که در حال حاضر در حدود 30,000 زندانی در این کشور در حبس به سر میبرند که در کنار سایر مشکلات با کمبود وکلای مدافع نیز مواجه‌اند. نبود محل مناسب برای بود و باش محبوسین، خدمات صحی اندک و نبود امکانات آموزش مسلک در زندانها از مشکلات دیگری اند که کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از آن یادآوری کرده است. به اساس گزارش هایی که در گذشته به نشر رسیده است، بدرفتاری، لطوکوب، تهدید به مرگ و سوء استفاده جنسی از نوع شکنجه های حاد در زندان های افغانستان به شمار می روند. در این حال وزارت داخله افغانستان می گوید مسئولین متحد بر رعایت قوانین حقوق بشری بوده و هیچ موردی در زمینه خشونت و شکنجه زندانیان در محلات سلب آزادی در این کشور دیده نشده است.